بسم الله الرحمن الرحیم. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دام مطهر از دغل. ای کسی که مثنوی را میخوانید یا میشنوید یا درس میدهید، اخلاص عمل را از علی رضی الله تعالی عنه یاد بگیرید. یکی اخلاص عقیده هست که لازمه، عقیده توحید باشه، و اخلاص عمل این مهمه. انما الاعمال بالنیات. اولین حدیث بخاری رضی الله تعالی عنه انما الاعمال بالنیات هستش. عمل اونجا حدیث هم هست اعمال بالنیات، اینجا مولانا هم فرمودن عمل. عجب چیز است، یعنی مثنوی تشریح و توضیح قرآن و حدیث. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دام مطهر از دغل. حضرت علی اسدالله است. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسدالله الغالب، علی اسدالله شیر خدا، و ابو تراب هم گفته. و علامه اقبال در کلیات در مورد رموز و اسرار نامه های حضرت علی هم شعری دارن. ابو تراب چی معنی دارد، مرتضی چی نام دارد، اسدالله چی چیزهایی در بر دارد، او را هم بخوانی خوبه. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دام مطهر از دغل. حضرت علی شیر حق هست، آن را مطهر پاک بدن. از چی؟ حضرت تنوی رحمت الله علیه نوشتند که از آمیزش ریا، یعنی ریاکاری. چی؟ عمل حضرت علی رضی الله تعالی عنه همش برای خدا هست، اغراض شخصی حضرت علی دخل ندارد، همانطور که مولانا خودش میفرمایند. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دام مطهر از دغل. مطهر پاک، دغل آموزش ریا تقلبی. در غزا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. در غزا، در غزوه، در جهاد، حضرت علی رضی الله تعالی عنه بر یک پهلوان یهودی، پهلوان قهرمان، دست یافت، قدرت حاصل کرد، نیرو گرفت، بالا رفت، دست یافت. زود شمشیری برآورد و شتافت. خیلی زود شمشیر را گرفت و بیرون رفت و عجله کرد. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. او ای ضمیر هست به طرف پهلوان می رود. خدو انداخت، آب دهن انداخت بر روی علی، بر چهره مبارک حضرت علی کرم الله وجهه. چی؟ کرم الله وجهه هم حضرت علی را میگن. چرا؟ معاذالله خوارج که دشمن حضرت علی بودن میگفتن که سود الله وجهه، خیلی خطرناکه، مثل این یهودی. خدو انداخت. اینا کافر و مشرک و ملحد هستند، به اولیاء ضد دارن. چرا؟ او هم خدو انداخت به حضرت، چهره حضرت دشمنش بود. چهره حضرت علی خورشیده، خفاش نمیتونه برداشتش. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. افتخار هر نبی هست و افتخار هر ولی هست. یعنی فخر میکنن که امت محمد صلی الله علیه وسلم شخصی دارد به نام حضرت علی، و اینقدر شجاع هم هست، دلیر هم هست و مخلص هم هست. عملش برای خدا هست، برای خود شخصش نیست. چون که حضرت علی چی هست؟ شیر حق. اونا که برای خود کار میکنن شیر حق نیستن. چونانچه حضرت علی بعداً میگه که سگ نیم، شیر حقم حق پرست. سگ روی چیزهای معمولی میچسبه، حضرت علی که شیره. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. یعنی اگر نبی هم بعد می آمد، حضرت علی افتخار می بود برای وقتی که خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم که سرچشمه و سرتاج تمام پیامبران هست، افتخار هست حضرت علی رضی الله تعالی عنه برای حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم، گویا برای همه انبیا افتخار هست. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی.
ولی یعنی ولی الله، مضاف الیهش محذوف. یعنی چی؟ و دوست خدا. کسی که دوست خدای حضرت علی هم دوستشه. علی ولی الله هست، شکی نیستش. او خدو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی. او خدو زد بر رخی که روی ماه سجده آرد پیش او در سجدگاه. آب دهن انداخت. او باز هم ضمیر به طرف پهلوان و قهرمان. معاذالله آب دهن انداخت بر رخی که روی ماه سجده آرد پیش او در سجدگاه. بر چنین چهره‌ای که روی ماه که زیبا هست سجده آرد پیش او در سجدگاه، یعنی خیلی احترام می‌گذارد. در فارسی باستان و وقتی که سجده به معنای تعظیم هست، به معنای سجده واقعی نیست. او خدو انداخت، او خدو زد بر رخی که روی ما سجده آرد پیش او در سجده گاه. چی بود افتخار هر ولی و هر صفی، کرد نار غیظ بر خود منتفی. وقتی که آب دهن انداخت یهودی بر چهره زیبا یه پاک مطهر حضرت علی، کرد نار غیظ بر خود منتفی. منتفی به معنای خاموش. انتفاعت نار آتش خاموش. نار غیظ آتش خشم. اول حضرت علی رضی الله عنه خشمش برای خدا بود. وقتی که آب دهن انداخت یهودی قهرمان بر قهرمان. قهرمان آب دهن انداخت بر که؟ بر قهرمان، بلکه بر قهرمان تر. قهرمان و پهلوان و اما حضرت علی پهلوان تر، چون قابو حاصل کرد، دست یافت. افتخار هر ولی و هر صفی، کرد نار غیظ بر خود منتفی. آتش خشم را بر خودش خاموش کرد. انتفاع. در زمان انداخت شمشیر آن علی، کرد او اندر غزایش کاهلی. فوراً حضرت علی رضی الله تعالی عنه شمشیر را انداخت و کرد او اندر غزایش کاهلی. او ضمیر دو مرتبه به حضرت علی رضی الله تعالی عنه برمیگرد. کرد او اندر غزایش کاهلی. کاهل معنی سست، نادیده گرفت، خودش خیلی آرام گذاشت. گشت حیران مبارز زی عمل. مبارز جنگجو، مقابل، مبارزه میکنن در بازی، در کشتی، در چیزهای دیگه. گشت حیران مبارزی عمل، خیلی سرگردان شد، حیران شد از زی عمل علی. چی؟ وزنمودن عفو و رحمت بی محل. الان موقعیت نداره که حضرت علی عفو بکنه، رحم بکنه، محلش نیست. الان باید آتش حضرت علی دو برابر افروخته میشد. یکی این که کافر است، دوم این که توهین به ولی کرده، توهین به افتخار هر ولی و هر صفی هم کرده. صفی معنی برگزیده. گشت حیران مبارزی عمل، وزنمودن عفو رحمت بی محل. گفت بر من تیز افراشتی، از چی افگندی مرا بگذاشتی. گفت گوینده قهرمان کافر و یهودی. گفت بر من تیز افراشتی، از چی افگندی مرا بگذاشتی. چرا؟ تیغ و شمشیر. الان در زبان فارسی موجود تیغ چیزی رو میگه که مو را میتراشند، اما در زمان قدیم تیغ شمشیر را میگویند. گفت بر من تیز افراشتی، افراشتی بلند کردی، از چه افگندی مرا بگذاشتی. ای علی چرا تیغ و شمشیر را انداختی و مرا آزاد کردی. آنچه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سست در اشکار من. اشکار یعنی شکار. چه دیدی بهتر از پیکار من. آن چه چیزی بود که برای شما مشاهده شد بهتر از این که با من بجنگی. پیکار به معنی جنگ. در شدی سست در اشکار من، تا که سست شدی در شکار کردن من زیر بودم، توانستید که مرا بکشید، باز توهین هم کردم. آنچه دیدی که چونین خشمت نشست، تا چونین برقی نمود و باز جست. چه چیزی بود که شما حضرت علی آن را دیدی که از اون
خشمت نشست، غیظ و خشم تو فرو شد تا چنین برقی نمود و باز جست. یعنی این که یک رعد و برقی ظاهر شد، نمود، باز جست، 2 مرتبه بازگشت. خیلی آتش بودید، شعله بودید، برق بودید، رعد بودید، گرش داشتید، شیر بودید، باز این آتش فروزان شد و لحظه ای دفع شد، منطفی. چرا؟ افتخار هر ولی و هر صفی کرد نار غیظ بر خود منطفی خاموش. حیران یهودی پرسش میکنه از علی رضی الله تعالی عنه. حضرت علی به موقعش جواب هم میده. این است اسلام، این است تربیت پیغمبری، این است انسانیت. آنچه دیدی که مرا زان عکس دید، در دل و جان شعله‌ای آمد پدید. اینجا یهودی میگه چیزی که برای شما منکشف شده، شما دیدید، یک عکسی بر دل من هم افتاده، یک چیزی که من هم دیدم، ولی برای من تا حال زیاد واضح روشن نیست. آن چی دیدی که مرا زان عکس دید، از عکس همون دید و مشاهده شما در دل و جان شعله‌ای آمد پدید. در دلم و در روح و روانم یک شعله‌ای ظاهر شد. آن چی دیدی برتر از کون و مکان، کوبه از جام بود که کوبه از جام بود و بخشیدیم جان. ای مولا علی، آنچه چیزی بوده که برتر و بهتر از کائنات و جهان بوده، کوبه از جام بود و بخشیدیم جان. اون چیزی که شما دیدید، مشاهده کردید، به واسطه او جمال، به واسطه او زیبایی تو مرا رها کردید، از جان بهتره، از رو بهتره، و بعد تو مرا جان بخشیدی. الان من زیر کارد بودم، زیر تیغ بودم، زیر شمشیر بودم که گردنم بخوره. الان من مثل مرده بودم دیگه، ناامید بودم، به توف زدم، گفتم خب بمیرم، یک بی‌عزتی به احترامی به حضرت علی هم بشه. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. در شجاعت شیر ربانیستی، در شجاعت شیر خدا هستید، اسدالله هستید، در بهادری و شجاعت و پهلوانی. در مروت یعنی مردانگی، وجدان که داند کیستی، یعنی کسی نمیداند، همزه انکار. در مروت خود که داند کیستی، که سوالی یعنی چه کسی، استفهامه. در مروت خود که داند کیستی، یعنی وجدان تو، مروت تو، مردانگی تو، گذشت تو، سخاوت تو، شجاعت تو بالاتر از اینه که کسی بدانه و بفهمه و تصور بکنه. چی موقعیتی که تو مرا رها بکنی؟ زیرم هستم، شمشیر بالای گردنم، بالای سرم، و توف هم کردم، یهودی هم هستم، اهانت کردم، پیش در جنگ آمدم به کشتن شما و بس شما را رها کردی. واقعا این یک وجدان و یک شخصیت منحصر به فرد هست که انسان نمیداند. این توانمندی تفکر حضرت مولانا جلال الدین رومی هست و شعر و معانی و بلاغت همینه که بلند پرواز باشه، تصویر داشته باشه معانی. در مروت ابر موسایی بیتی کامد از و خان نان بیشوی. و خودش مثال میده، آقای یهودی، پهلوان، قهرمان. کسی نمیدونه که حضرت علی تو که هستی در مروت و در جوان مردی. در مروت ابر موسایی بیتی، میدان تی، طرفای سینا، مصر. ابر موسی که به بنی اسرائیل من و سلوا، خان یعنی سفره بزرگ می آورد. در مروت ابر موسایی بیتی کامد از و خان نان بیشبی. از ابر موسوی که یک سخاوت بود، همین ابر، همین امداد الهی. ابر اینجا تشبیه باشه، مجاز باشه، یعنی چی؟ امداد خدایی. یعنی تو یک امداد خدایی هستی، مدد خدایی هستی، نصرت خدایی هستی. در مروت ابر موسایی بیتی، نگاه کن، تی یک میدانی که اونجا آب و علف نباشه، انسان از گرسنگی و تشنگی بمیره. یعنی ای علی، هم در صحرایی که هیچ جای امیدی نیست، رحمت خدایی به نام ابر موسوی به داد بنی اسرائیل رسید که از گرسنگی، تشنگی و هلاکت و مرگ آنها را نجات داد. تو مثل همون هستی که عین من دم و لحظه مرگ هستم
تو ما را از مرگ نجات دادی، مثل اونا را ابر موسوی نجات داد. کامد از وی خان بمانه سفره، نان بیشوی، نانی که الان اینجا موجود نبود از آسمان می آمد. تو مثل ابر موسوی هستی ای حضرت علی رضی الله تعالی. بعد از اینجا مولانا اغراق میکنه در شاعری. شعر اغراق خودش یک آرایه هست. آقا علی شما خیلی شجاع هستی، نان میدی، یک نصر است. این معنا رو نداره. قرآن همین چیزا را تصویر میکشه. ابرها گندم دهد کان را به جهد، پخته و شیرین کند مردم چو شهد به جهد. ابرها گندم دهد کان را به جهد، پخته و شیرین کند مردم چو شهد. مولانا از اینجا ذهنش منتقل میشه. حضرت مولانا تنویر رحمت الله علیه میگه انتقالات یعنی ذهنش از یک سخن به سخن دیگه، از یک مفهوم به معنای دیگر. این آدم ذهین همینطور میره و مولانا خودش کنترل میکنه، ورنه مثنوی 70 مثنوی میشد. ابرها گندم دهد کان را به جهد، پخته و شیرین کند مردم چو شهد. این ابر که میباره مردم خیلی انتظارش هستن و نعمت بزرگیه. ابر کشاورزی رونق پیدا میکنه، اقتصاد رونق پیدا میکنه، دامداری رونق پیدا میکنه، مردم زندگیشان بهتر میشه، اقتصاد بالا میرسه. از چی؟ ابر. ولی این ابر چی؟ ابرها گندم دهد کان را به جهد. ابر گندم میدهند اما انسان زحمت میکشه. به هر حال زحمت میکشن، سردی گرمی برداشت میکنن تا از این ابر گندم پیدا میکنن، باید به آردش بکنن، باز نانش بکنن، نانوایی، باز پول بدن، دیگر زحمته. ولی ابر شما زحمتی نداره. الان از زیر کارد و عمل و جراحی بیرون آمدم، از مرگ نجات حاصل کردم بدون زحمت. این ذهن حضرت مولانا هست. ابرها گندم دهد کان را به جهد، پخته و شیرین کند مردم چو شهد. آنها پخته میکنند و یک نوع لذت میبرد از اون، مثل عسل که چون گواره هست، انسان که گرسنه بشه نان خشک هم برایش چی هست؟ شیرین هست. من لازم نیست که اون شیرین باشه، یعنی خوشگوار، چون شیرین را مردم با گواره میخوره و لذت میخوره و چیزی که نان هم طعم نانی میده ولی خیلی مزه داره وقتی گرسنگی. ابر موسی پر رحمت برگشاد، پخته و شیرین و بی زحمت بداد. این ابر موجود زحمت میخواد، اما ابر موسوی تو مثل اون هستید، بدون ابر موسی پر رحمت برگشاد یا برگشاد. هیچ مشکلی نداره، قافیه هم خراب نمیشه، وزن هم خراب نمیشه با یک گاوش. فهمیدین؟ برگشاد و برگشاد. ابر موسی پر رحمت برگشاد، پخته و شیرین و بی زحمت بداد. اونجا نان پخته شیرین بی زحمت. بس ای علی تو مثل این ابر نیستی، مثل ابر موسوی هستی. از برای پختخاران کرم، رحمتش افراخت در عالم. علم معنی پرچم. پختخاران کسی که پخته و آماده میخوره، مثل بنی اسرائیل زحمت نمیکشه. یا بچه ها که پدرشون میدن، یا دانشجو و دانش آموزا که دانشگاه بهش میدن، طلبا که مدارس بهش میدن، پختخاران دیگه دنبالشی نمیرن این کارو کسبی. از برای پختخاران کرم، رحمتش افراخت در عالم. علم رحمت ابر موسوی در جهان علم را برافراخت، بلند کرد. تا 40 سال آن وظیفه، تا 40 سال آن وظیفه و عطا، کم نشد یک روز زان اهل رجا. این اصل نون زیاد تلفظش نمی کنیم، وزن بهتر مخوره. تا 40 سال آن وظیفه و عطا، کم نشد یک روز زان اهل رجا. اهل رجا اهل امید. 40 سال بنی اسرائیل در همین میدان تیه بی آب و گیاه سرگردان بودن. این تفسیر قرآن هست. مثلا این مولانا تفسیر قرآن و تفسیر حدیث. اولین از علی آموز اخلاص عمل حدیث بود، اولین حدیث بخاری بود. این که در میدان تیه من و سلوا قرآن در سوره بقره و جاهای مختلف آمده من و سلوا.
تا 40 سال آن وظیفه و عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا امیدوار بود خدا به ما بده تا همیشه از خسیسی خواستند گندنا او ترهو خس خواستند. اما ای بنی اسرائیل تا 40 سال که امید داشتن خدا بهش بدن میداد، اما بعد از 40 سال خسیسی و کمینگی خود را اظهار کردن، گفتن ما تره میخواهیم، کاهو میخواهیم و خیار میخواهیم، عدس میخواهیم، پلو میخواهیم، سبزی میخواهیم. اون در قرآن تفصیلش هست. همیشه از خسیسی خواستند گندنا و تره و خس خواستند. خس به تشدید در لغت نوشته کاهو. جملگی گفتند با موسی ز آز بقل و قصا و عدس سیر و پیاز. همه هم صدا شدند و شعار دادند موسی چی سبزی، قصا، خیار، عدس، سیر، پیاز. بسی شد زینگدارویی و حرس و آزشان منقطع شد من سلوى از آسمان. زینگدارویی و حرس و آزشان منقطع شد من سلوى از آسمان. از همین گدا خصلتی که من سلوا میخورن و رجا داشتن تا 40 سال خدا بهش میداد. آز هم امید، آز مانه تم امید. منقطع شد من سلوا از آسمان. من سلوا از آسمان چی شد؟ منقطع قطع شد. باز هم انتقالات مولانا ادامه دارد. خب این شرف حضرت امت موسی بود و خود حضرت موسی علیه السلام. پس احمد چی و امت احمد چی؟ این انتقالات ذهنی هستند. امت احمد که هستند از کرام هست باقی تا قیامت آن طعام. امت احمدی که از کرام هستند، شریف هستند، هست باقی تا قیامت آن طعام. این طعام غیبی برای امت محمد تا روز قیامت هستش. بعض مولانا خودش میپرد چطور هستش برای اعلام که امت محمدی که شاورزی میکند. چون ابی تو عند ربی فاش شد یطعم و یسقی کنایت زاش شد. این هم حدیث است. ابی تو عند ربی حضرت نبی کریم صلی الله علیه و از صوم وصال صحابه را منع کرد. صوم وصال این که بدون افطار و سحر روزه بگیره. صحابه گفتن ما هم عاشق هستیم اتباع بکن حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را. حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمان کرد که ابی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی. من شب میگذارم پیش پروردگارم، او مرا میخوراند و مینوشاند. همین که میخوراند مینوشاند این کنایه از عاشه حریره داده. یعنی چی؟ غذا میده. خب غذای ظاهری میده مثل بنی اسرائیل. سوالی ایراد میشه که اگر غذای ظاهری حضرت نبی کریم صلی الله علیه و بخورن روزه میشکنه. کسی آمد پیش حضرت مولانا شاه بخاری، سید بخاری عالم بلندپایی در هندوستان و پاکستان بوده. برای آزادی هندوستان خیلی زحمت کشیده و بارها بار زندان رفت. آمد پیش بخاری رحمت الله علیه گفتش که حضرت یک چیزی بگید. شوخ بود، جلسه هم بزرگ بود که رمضان هم بود، کسی بخوره هم بنوشه هم روزش نشکنه و آدم همه اصطلاح بزرگی بود. گفت خیلی آسانه. یکی از این اهل جلسه کفشی رو بگیره به شما بزنه، شما کفش بخورید و خشم بنوشید، یعنی فرو برید. کفش بخورید و خشم بنوشید، روز شما هم نمیشکنه. سوالی یاد میشه که حضرت نبی کریم صلی الله علیه و الله تعالی آش بده بهش بعد روزه میشکنه. میگه اینجا خودش موجود حضرت تنویر رحمت الله علیه میفرمون ابی تو این دربی شب میگذارم و شب که اگر بخوره روزه نمیشکنه. مثل اون کسی کفش هم میخوره، چی هم میخوره؟ خشم هم میخوره، بازم روزه کفش بخور و خشم بخور در رمضان روزه نمیشکنه. چون ابی تو عند ربی فاش شد یطعم و یسقی کنایت زاش شد. مولانا میگه این حدیث هست، حدیث را نباید تاویل بکن.
همین جوره واقعیته، به مجازش نداریم، به تشبیهش نداریم. هیچ بی تاویل این را در پذیر، تا در آید در گلو چون شهد و شیر. تاویل نکن. همینطور حضرت الله تعالی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم را همانند بنی اسرائیل رضا داده شد. هیچ بی تاویل این را در پذیر، قبولش بکن این حدیث را، تا در آید در گلو چون شهد و شیر، تا که همین در گلو مثل شهد و شیر بره. یعنی چی؟ بنی اسرائیل وقتی که رجا را قطع کردن، امید را قطع کردند، همون من سلوه قطع شد. ای امت محمد، تو هم امیدوار باش، یک مدتی میاد که برای تو هم غذا از طرف خدا مثل میاد. اینا را مولانا ها دیدن. اینا را که دیدن؟ هیچ بی تاویل این را در پذیر، تا در آید در گلو چون شهد و شیر. تا در آید در گلو چون شهد شیر خدا میده. الان تازگی کتابی خواندم از سید ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه. اگر کسی دیگر بود شاید ما قبول نمی کردم، می گفتم که پیران نمی پرند و مریدان می پرانند. اما چون سید ندوی خودش نوشته بود و موثقه، میفرمند شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه آخر عمر بدون گوشت نمیتوانست غذا بخوره. یک مرتبه مریض شد، دو مرتبه اینطور شد. خدا میخواست دیگه بده در دنیا درخت مثل امن سلوا. اینطور میگه امتن. حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه میفرمایند که یک روزی منطقه گوشت نبود که به مولانا بدن. یه مقدار همین خدمه بچارش مشکل شدن که حضرت نمیتونه غذا بخوره. حضرت را سوار ماشینی کردن که ببرن جایی. سر جاده آهوی آمد، هرچی به او میزنن آهو نمیره. میگه چند نفر رفتند آهو را ذبح کردن، پاهاش خیلی دراز بودن، بریدن تو چی کردن. خب اینه که خدا میده، هیچ بی تاویل. و محدث شیخ الحدیث هست مولانا زکریا رحمت الله علیه در عصر معاصر، اما عند حضرت شیخ الحدیث محدثی نبوده. عجز المسالک فی حال موطأ امام مالک در 15-16 جلد عربی نوشته. همه علما استفاده میکنن، علما مصر، لبنان، سوریه، هند، سعودی. بذل المجهود نوشته. بخاری را چندین سال درس داده، تراجم بخاری را به عربی نوشته. هیچ بی تاویل این را در پذیر، تا در آید در گلو چون شهد و شیر. امت محمد تا روز قیامت قطع نیسته، برای امونه رجا را قطع نکرد. زان که تاویل است واداد عطا، چون که بیند آن حقیقت را خطا. اگر تو تاویل بکنه حضرت معنوی روحیه گرفته، غذا نخورده، برای تو نمیاد. این واداده. واداد یعنی پس داد، رد کردن. تو خودت غذای آسمانی و خدا را نمیخوای. میگه چطور میشه انسان بخوره همینطور؟ برای بنی اسرائیل چطور شد؟ برای محمد چطور شد؟ برای تو همینطور میشه. انا عند ظن عبدی حدیث صحیح است. بس حدیث را تعویل نکنی. زان که تعویل است واداد عطا، چون که بیند آن حقیقت را خطا. وقتی که الله تعالی ببیند که این حقیقت که من واقعا به پیغمبر آش دادم، آش اینجا به وزن شعری است، غذای معنوی دادم، از آسمان دادم، بخور شاب. این را تعویل نکن. مولانا میگه خودت را فکرت را تعویل بکن. نگاه کن از اخلاص علی به ابر موسوی چقدر انتقالات داره مولانا. اینه که اقبال لاهوری عاشق و فریفته مولانا هست. زان که تعویل است واداد عطا. واداد یعنی چی؟ برگشت عطا. چون که بیند آن حقیقت را خطا. وقتی که الله تعالی ببیند تو حقیقت را تعویل میکنی، آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست. این خطا، اشتباه که این حقیقت را به مجاز حمل بکنی، این خطا است. آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست. عقل کل مغز است و عقل جزو پوست. این از ضعف عقله. عقل کل مغز است، اینجا نگاه کن حافظی، عقل کل مغز است و عقل جزو پوست. عقل کل عقل معاد را میگویند، کسی که در فکر آخرت هست. این عقل کل دار، مثل مولانا، مثل حضرت علی، مثل حضرت موسی، مثل حضرت احمد صلی الله علیه وسلم.
اینا عقل کلن که چی؟ به معاد و آخرت و جنت و که مثلا یه کوچکترین کسی که بهشتی هست 10 برابر دنیا زمین داره، در فکر اونه، وسعت داره عقلش کله. و یکی هست عقل جزء، عقل معاش. عقل چیه؟ معاش. همین زندگی محدود 1 هکتار زمین داشته باشم خیلی زیاده، حالانکه هزاران هکتار زمین برای عقل کل کمه. عقل کل کس عقل معاد. عقل جزء چی؟ عقل معاش. این شعوری که از جزتر حیوانه هم دارن، صبح میرن گنجش کم داره از معاد برای معاش. عقلی، عقل جزئی است. خیلی چیز خوبیه، نعمت بزرگیه که چاه را از راه واشناسی. فهمیدی نفهمیدی؟ ما را از ریسمان بدانیم. این نعمت بزرگیه، انکار نیست. اما عقل کل اون مغزه که میفهمه الله میده. عقل معاش چون التحال ندیدی، خلاف عادت بوده، خلاف عقل نیستن. این چیزایی خدا میده مثل من و سلوا خلاف عقل نیستن، ماورای عقل هستن. از عقل یک مقدار بالاترن. بعض چیزها ما حضرت مولانا پالانپوری میگن ماورای عقل هستن، فعلا بعد ماورای عقل نمیشن. مثلا چی؟ چند سال پیش ماشین، موتور، هواپیما، قطار، اینترنت، کامپیوتر، اینا ماورای عقل بودن این زمان. الان فعلا ماورای عقل نیستن. آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست، عقل کل مغز است و عقل جزو پوست. مغز بهتره یا چیز بهتره؟ پوست. هندوانه همون مغزش بهتره یا پوستش؟ مغزش بهتره. بعدا مغزش بهتره یا پوستش؟ اما پوست هم مهمه. چرا که مغز را نگهداری میکنه، ولی مغز بهتره. پس این افرادی که اصلا قیامت را انکار میکنن اینا به مغز چیان؟ عقل جزن. خدا را انکار میکنن، عقل جزن. و منافع آخرت را انکار میکنن، چیان؟ عقل جزن. انبیاء عقل کلن، اولیاء عقل کلن، حضرت علی عقل کله. پس مولانا میفرمه اگر شما انکار میکنی این حقیقت را که یطعمنی و یسقینی، الله آش داده به پیغمبر، چیزی به زبان و دهانش بخوره، پس این عقل از ضعف عقل ده. و عقل تو از عقل جزئی کار گرفتی، از عقل کلی کار نگرفتی. عقل کل انبیاء دارن. آن خطا دیدن ضعف، از اینجا بخوانید. هیچ بی تاویل این را در پذیر حدیث را. حدیث چی بود؟ ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی، تا درآید در گلو چون شهد شیر، زان که تاویل است و داده عطا، چون که بیند آن حقیقت را خطا. الله تعالی اگر شما حقیقت را خطا ببینید، واقعیت را خطا به مجازش حمل بکنید، الله تعالی وعده میکنه همون چیزی میخواد بده به شما میگیره، مثل از بنی اسرائیل میگیره. این عقل مولانا هست. واقعا عقل مولانا عقل کله، عقل جز نیست، عقل معاش نیستش تنها، عقل معاد هم همراه هستش. خیش را تاویل کن نه اخبار را، مغز را بدگوی نه گلزار را. خودت را تاویل بکن، عقلت را درست بکن، نه اخبار حدیث را. خبر حدیث را میگم، خبر واحد. و در فارسی باستان در خبر آمده است، یعنی در حدیث آمده است. بعضی هستن قوه گویایی آن خرابه، یا شامشان عادت و بدبویی هست. اینا در یک باغ میرن، گلزار هست اونجا، گل محمدی هست و گل فلان یاسمین هست، فلان هست، فلان هست. این وقتی که اونجا میره احساس گرفتگی میکنه. این قصورش و کوتاهی از قوت بینایی، بویایی و شامه هست. گلزار خراب نیست. مغز را بدگوی نه گلزار را. مغز یعنی دماغ، بینی. حدیث را تعویل نکن، خودت را تعویل کن. برای حضرت زکریا رحمت الله علیه آهو میاد، برای امت تا روز قیامت میاد. اما برای بنی اسرائیل چی شد؟ قطع شد. احمد امت احمد که هستند از کرام، هست باقی تا قیامت عام تعام. زینگدا روئی و حرس و آزشان منقطع شد، من و سلواز آسمان.
خیش را تاویل کن نه اخبار را، مغز را بدگوی نه گلزار را. گلزار یه نبوت انبیا. نه چطور میشه که انسان بدون کسب بدون کمایی بخوره؟ خب او هم خدا داده، یک پرده گذاشته، این هم خدا میده، پرده رو بر میداره. عقل شما من مغز را بدگوی نه گلزار را. یه شخص میاد، همه مردم نشستن تو باغ، توی چمن، توی پارک، توی گلزار بو میکشن. چی؟ باغ مثل چی؟ باغ فیل کاشان، اینجا بری خیلی گل هست. ولی کسی که احساس ضعف میکنه، خیش را تاویل کن اخبار را، مغز را بدگوی نه گلزار را. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمعی واگوزان چه دیده ای. مولانا نگاه کن، باز برگشت به حضرت علی، میگه من یهودی هستم، من عقل جز دارم، تو عقل کل داری که به آخرت به خدا. من دیگه فقط همین جسمم جانم نگاه داری بشه نمیرم، همینه بس. غذای لذیذ بخورم، روی لذیذ بشینم، تکیه بدم روی تکیه نرم و گرم. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمعی واگوز آنچه دیده ای. یک شمعی مقدار کمی از همون چیزی که عقل، یعنی جمله عقل و دیده ای. ای علی دست و پا و رگ و استخوان و گوشت و پوست همه عقله. این گفته پهلوانه، قهرمانه. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمعی واگو از آنچه دیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب حلمت خاک ما را پاک کرد.